سلام به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این اپیزود 11 مهمان عزیز ما آقای دکتر مکس فروغی، اسیستنت پروفسور یونیورسیتی آف پاسیفیک هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام عرض کردم عامر جان، ممنون از دعوتی که کردید و امیدوارم که یه گفتگوی خیلی جذاب و آموزنده داشته باشیم واسه تمام بینندگان و شنوندگان شما. در خدمتتون است. خواهش میکنم. مرسی، خیلی ممنونم آقای دکتر. من اصلا فراموش کردم خودم معرفی بکنم. من عامر هستم، اکزیکیتیو وایس پرزیدنت آی تی ان. حالا قبلا فارمر پرزیدنت بودم، دانشجو از دانشگاه یو سی سان دیگو. آقای دکتر شروع بکنیم که اگر بتونید کمی حالا در مورد خودتون، بایوگرافیتون و تجربتون بگین، خیلی خوشحال میشه. بسیار عالی. عرضم به حضور شما، من در حال حاضر توی اورنج کانتی کالیفرنیا زندگی میکنم. کمپانی من اینجا هست، محل زندگی من همینجا هستش و حدود 10 سال پیش از ایران مهاجرت کردم. در حال حاضر فاندر و سی او یک کمپانی بایو تکنولوژی هستم به نام بایومدیسکا که لوکیشن اون توی ارواین هستش، که ما تخصصا روی دستگاه های تشخیص عفونت و بعضا سرطان کار میکنیم. و از طرفی اسیستنت پروفسور دانشگاه پسیفیک هستم که توی سان فرانسیسکو هست، اون دانشگاه دندانپزشکی. و خلاصه فعالیت هایی که داریم روی بحث بایوتکنولوژی، بایومدیکال دیوایس و تحقیقاتی که داریم انجام میدیم. خیلی ممنونم. آقای دکتر، چه چیزی باعث شد این مسیر رو حالا انتخاب بکنین و مثلا وارد حالا این فیلد بشین و اینا؟ از اول علاقمند به این فیلد بودین، یا آره. بعد مثلا یه فیلدی رو شروع کردید بعد گفتی نه که مثلا حالا باید این برم، مثلا به این فیلد بیشتر علاقمند هستم؟ ببین، این سوال یه سوالیه که خیلی خوب ریشه داره. یعنی یه سوالیه که مطمئنا از هر کی از دوستان که بپرسید یه پیشینه ای پشتش هستش. یعنی به دست آوردن یه سری چیزا یک شبه واقعا نیستش، یه زمان کوتاه اتفاق نمیفته. و چیزی که هستش و واسه به دست آوردن این موفقیت ها بسیار مهمه، اینه که چند تا چیز رو فراموش نکنیم. یک، این که پشت کار داشته باشیم. دو، اینکه امید داشته باشیم، چون بسیار امید چیز بسیار مهمیه. من نمیخوام کلیشه‌ای توی پادکست صحبت بکنم، ولی یه سری چیزهایی که میگیم شاید از دید شنونده ها یا بیننده های عزیز کلیشه‌ای باشه، ولی واقعا اینجور نیستش. مسیری هست که همه طی کردن و رسیدن به اون نقطه‌ای که میخوان. هدفمند بودن خیلی مهم هستش و اینکه واقعا چجوری مسیر رو بریم. حالا من در مورد هر کدوماش بین صحبت در موردش بحث میکنیم. ولی چیزی که بودش، خب من توی ایران های اسکول، دانشگاه من توی ایران گذروندم. حتی من تا دکترا توی ایران بودم، تا پی اچ دی، بعد پست دکترا اومدم توی یو سی ال ای گذروندم. مسیری که بودش، ببین من خب رشته دبیرستانیم تجربی بودش. یعنی از همون اول من به فیلد پزشکی و تخصصا دندون پزشکی بسیار علاقه من بودم. یعنی من یادم اول دبیرستان من کنکور آزمایشی اون روزها بودش توی ایران، کنکور آزمایشی دندون پزشکی میدادم، با اینکه اصلا نه کوالیفای بودم نه اصلا اجازه داشتم، ولی همین کنکور آزمایشی هم میدادم. یعنی از همون موقع من توی ذهنم بود که همیشه این مسیر رو برم، تا اینکه اومدیم و رسیدیم به کنکور. اون زمانی که من کنکور دادم یه کنکوری بودش که نظام جدید و نظام قدیم، یه جورایی نظام قدیم میخواست بره کنار، نظام جدید بیا جاشو بگیره. و این ادغام شدنه و خلاصه یه سری بحثای دیگه که سهمیه ها بودند و اواخر، یعنی اون رده سهمیه های بچه های شهدا بودن که حالا میخواستن با سهمیه به نوعی وارد بشن، یا حالا سهمیه های دیگه ای که داشتن. خلاصه این رقابت بسیار بسیار سخت‌تر کرد و خب خیلی قربانی داد. که یکی از قربانی خود من بودم و خیلی از دوستای من که حتی شاگردای اول، من خودم همیشه رتبه دوم تا سوم توی های اسکول داشتم. خب همیشه ما رقابت بر سر این بود که خب حالا کی میخواد بره توی پزشکی رتبهش بالاتر بشه. ولی خیلی جالبه که اصلا
بچه‌هایی که رتبه‌های اینجوری بودن هیچ کدوم تقریبا دانشگاه سراسری نرفتن و نتونستن اون مسیر رو طی بکنن. خلاصه من اومدم و به خاطر اینکه قبول نشدم، حالا اون رشته‌ای که میخواستم دندون پزشکی، پشتم یعنی رفتم پشت کنکور و 1 سال دیگه خوندم. توی این 1 سالی که خوندم اتفاقی که افتاد، 2 تا اتفاق افتاد. یه خوش شانسی آوردم. یه اتفاق دیگه هم که افتاد، خوش شانسی من این بودش که دقیقا زمانی بود که اعلام کردن سربازی ها رو میتونن بخرند. یعنی حالا یا از لحاظ بودجه‌ای کم اومد، حالا اون زمان دولت، یا حالا هر چیزی بود، سربازی ها رو میفروختن. حالا اصلا من اون 1 سال که پشت کنکور بودم تونستم اتفاق واسم بیفته و اون 2 سال سربازی ها از جلوی پام برداشته بشه. از طرفی اتفاق دیگه ای که افتاد، من گفتم بذار من خودم محک بزنم واقعا با یه رشته دیگه. و خب من که مسیرم اینه که میخوام برم به سمتی که برسم به، حالا اینو تو پرانتز بگم. ببین من همیشه توی زندگیم دوست داشتم که یه چیزی از خودم به جای بذارم که کمک بکنه به سلامت آدما. خب این و همیشه من اینو به خودم میگفتم و الانم به دوستان میگم، اینو همیشه به عنوان یه فرمول در نظر بگیریم: دنیای بدون من چی هستش؟ یعنی توی این دنیایی که داریم زندگی میکنیم اگر من نباشم چی از من به جای مونده؟ و این چی از ماها به جای موندن خیلی مهمه. ما هممون به دنیا میایم، یه مسیری رو طی میکنیم، یه زمانی از دنیا میریم. این مسیری که همه طی میکنن، ولی اینکه چه چیزی از خودت توی این دنیا به جای بذاری اون بسیار مهمه. که چه جوری و با چه اسمی، با چه نام درستی از خودت به جای بذاری. حالا این میتونه هر چیزی باشه، میتونه از یه اثر خیلی کوچیک باشه، حتی میتونه یه جمله ای رو تو زندگی گفته باشی که تاثیر گذاشته باشه روی آدما. سیگار باشه. میتونه آره، میتونه یک کتاب باشه، میتونه یک محصول باشه که کمک کرده باشه به آدم ها، حالا تو هر فیلدی. خلاص این همیشه تو ذهن من بود که من باید یه همچین اتفاقی تو مسیر زندگیم بیفته. خلاص اومدم و من تغییر رشته دادم، به سمت مهندسی رفتم و مهندسی مواد را اون موقع متریال انجینیرینگ رو انتخاب کردم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه منو باز میرسون به اهدافم. به خاطر اینکه متریال انجینیرینگ یه جورایی مثل توی ورزش که میگن مادر ورزش و ژیمناستیک هستش، مادر رشته های توی مهندسی یا حالا حتی توی فیلد مهندسی پزشکی، یه قسمتی از پزشکی میتونه متریال باشه. چون شما یه بیسی از متریال ها رو که بلد باشی میتونی پروداکت دیزاین بکنی، میتونی تاثیرشون رو اگر رو بایو متریال ها بری تاثیرشون رو توی چیز ببینی، توی بدن ببینی و توی هلت ببینی چه اتفاقی میفته. خلاص من رفتم توی این مسیر 4 سال گذروندم. بعد دیگه فوق لیسانس هم وارد بایو متریال انجینیرینگ شدم و پی اچ روی بایومدیکال انجینیرینگ گذشت. و این مسیری بود که من طی کردم. وسط پی اچ من خب یه موقعیتی پیش اومد که خب من خیلی آرتیکل داشتم، خیلی پابلیکیشن داشتم، خیلی مصاحبه‌های تلویزیونی چه داخل چه خارج داشتم. 4 تا مدال طلا داشتم توی المپیادهای بین المللی و خلاصه یه سری چیزهایی که پشتش بودش. من مدارکم رو فرستادم واسه یه وکیل، چون من خواهرم کانادا بودش، یکی از دوستانشون وکیل بود. گفت بیا اقدام کن واسه اینکه بیای کانادا. من گفتم نه، من واقعا هیچ وقت دنبال مهاجرت نیستم، چون مهاجرت واقعا کار بسیار سختیه و خیلی شجاعت میخواد. حالا هر چقدر این سن بره بالاتر این شجاعت باید بیشتر باشه، خیلی کار سختری هستش. خلاصه گفتم بفرست ببینیم مثلا اصلا جواب چی میده. خلاصه من فرستادم، اون وکیل مدارک منو بررسی کرد، مدارک منو گفتش که ببین این مدارکی که داری شاید اصلا الیجیبل بشی واسه این که بیای آمریکا، نه بره آمریکا، و بذار من میفرستم مدارک واسه یه وکیلم توی آمریکا. خلاصه فرستاد توی آمریکا. این صحبت هایی که دارم میکنم مثلا توی 1-2 هفته داره اتفاق میفته. فرستاد واسه یه وکیل، وکیل گفت آره کیس شما الیجیبل هست واسه یه کتگوری به نام EB1. EB1 مال کسایی بودش که نخبگان بین المللی بودن. یه قانونیه که نخبگان بین المللی، حالا تو هر فیلدی، فقط توی ساینس هم نیستش. حالا من تو ساینس داشتم اقدام میکردم، بعضی توی ورزش اقدام میکنن مثل خیلی از ورزشکارای ما که گرین کارت آمریکا دارن، و بعضی توی بحث هنر و بازیگری و این چیزا که بازم خیلی از بازیگرای ما از این کاتگوری اومده.
و کتگوری بسیار سختیه، یعنی اثبات کردنش بسیار سخت هستش. خلاصه من از زمانی که مدارکم فرستادم تا زمانی که اپروو شدم 13 روز طول کشید. اینقدر این سرعت بالا بود که من سورپرایز شدم، اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. بعدش رفتم سفارت، ویزا گرفتم و وسط درس پی اچ مجبور شدم مرخصی بگیرم 1 سال و اومدم آمریکا. ببخشید 6 ماه مرخصی گرفتم و اومدم آمریکا. اومدم آمریکا و خب بررسی میکردم، میرفتم میومدم هر 6 ماه یه بار، تا اینکه تقریبا یعنی این اتفاق سال 2015 افتاد. سال 2017 دیگه اومدم و آمریکا موندم. این مسیر خب همیشه واسه من جذاب بوده. یعنی اینکه میگی که چه جوری این مسیر واسه اتفاق افتاده، من زمانی که چیز بود، زمانی که من مستر متریال ما گرفتم، یه مستر دیگه هم یعنی یه فوق لیسانس دیگه هم گرفتم، ام بی ای بود. ام بی ای در من واقعا کجا بود؟ جونم. در کجا بود؟ در همه ایران بودش. آره من فقط پستاکم آمدم این طرف، روی بایومدیکال انجینیرینگ و تیشو انجینیرینگ، ولی ام بی ای من ایران گرفتم. اما اتفاق چون میدونید که ام بی ای سیلابس های درسیش یه سیلابس های اینترنشنال هستش، یعنی مهم نیستش که شما دارید تو ایران میخون، ده مهم هست اسکولی که داره میری کجا هستش، ولی چیزهایی که شما اتفاق میفته واسه قرار یاد بگیری تقریبا همه جای دنیایی که بعدم تقریبا سیستم آموزشی آمریکا و سیستم آموزشی ایران تقریبا یکی هستش. حتی مدیریتی هم یکی هستش. واسه همین MBA بسیار به من کمک کرد. اصلا نقطه عطف زندگی من زمانی بود که من MBA ما گرفتم و این MBA اینقدر به من کمک کرد توی زندگی که من توصیه میکنم به دوستانی که فرصت دارن و امکانش واسهشون هست یه دوره MBA حتما بگذرونن. یعنی دید آدم ها توی زمانی که MBA میگذرونن از قبل به بعد خیلی تغییر میکنه. و این مسیر مسیری بودش که باعث شد که منو یه دفعه برد به یه مسیری که خب من میتونم به عنوان کارآفرینم باشم. همیشه علاقه داشتم، همیشه کارآفرینی. و خلاصه اومدم آمریکا به واسطه اون بکگراند MBA، بکگراند ساینس و هر چیز دیگه ای بود. تصمیم گرفتم که کمپانی خودم رو ثبت بکنم و توی بایوتکنولوژی و خب فعالیتی که داریم که حالا جلوتر درموش بحث میکنیم که من دارم توی این کمپانی چی تولید میکنم و دارم چی کار میکنم. بله، بسیار عالی. تمام اینفورمیشن ها بسیار عالی بود و سازماندهی شده بود. خیلی ممنونم. حالا اینا رو به اشتراک گذاشت شما. بعد این دستگاهی که شما ساختین یه دستگاهی به قول معروف دستگاه تشخیص زود هنگام بیماری هاست، درسته؟ بعد چه چالش هایی رو داشتین وقتی مثلا اینو میخواستین درست بکنین یا همون طراحیش بکنین؟ مثلا از همون جایی که مثلا این اومد به ذهن شما، خب من این دستگاه رو میخوام طراحی بکنم، پلنش رو چیدین، مثلا مارکتینگش یا هر چیزی، بزرگترین چالش شما اونجا چی بوده؟ ببین این سوال بسیار خوبیه. یعنی این سوالیه که میشه روش ساعتها صحبت کرد. و ببین من چون متریال انجینیرینگ خوندم اومدم توی بایومدیکال انجینیرینگ، بعد همیشه پس ذهن من دندون پزشکی بودش و هیچ وقت دندون پزشک نشدم، ولی تحقیقاتم اکثرا رفت به سمت دندون پزشکی و بیماری هایی که توی دهان و دندان هستش. من اینو واسهتون بگم، چیزی که اتفاق افتاد اصلا این ایده به سر من بخوره که چرا من باید یه دستگاهی تولید کنم که یه سری اتفاقا بیفته که بهتون میگم. یک، اینکه ببینید اولا دنیا دیگه دنیای این نیستش که شما تشخیص دیر هنگام توش بدید. یه زمانی که یه نفر سرطان میگرفت یا یه بیماری واسش اتفاق میافتاد، خب حالا چی کار بکنیم؟ خب الان علم و ساینس هلت رفته به سمتی که اه، چجوری پیشگیری بکنیم. یعنی پیشگیری کردن از بیماری ها، از خود بیماری حل کردنش و تموم شدنش بسیار مهمتره. شما اگر بتونید زود هنگام از یه بیماری جلوگیری بکنید، میتونید از مرگ جلوگیری بکنید به نوعی. اه، ایده ای که بودش، ببینید توی دهان ما تقریبا میشه گفت، حالا من اینو بگم شاید خیلی از دوستان ندونن یا خیلی ها بدونن، من جنرالی دارم چون صحبت کنم، تخصصی نمیخوام برم چون بالاخره مخاطبای ما احتمالا از هر قشری هستن. توی مشکلاتی که توی دهان هست و بیماری های دهان
تقریبا تاثیر میذاره رو 7 ارگان بدن، رو 7 اعضای اصلی بدن، 7 اعضایی که مهم هستن. یک، اگر شما بیماری های دهان و بیماری های لثه داشته باشین، به واسطه اینکه ما توی دهانمون که بزاق دهان و حالا مخاط دهانمون ما 15,000 تا باکتری داریم. یعنی یک معدنی از باکتری ها که بیشترین باکتری ها توی کل بدن تو دهان هستش. خب، که حالا میتونن یه سریش خوب باشن، میتونن یه سریش بد باشن. اینا میتونن تاثیر بذارن. اگر ما اه، اون نظافت دهان دندونمون رو رعایت نکنیم، اینها میاد و روی لثه های ما تاثیر میذاره. لثه ها به خاطر اینکه به رگ های خونی بسیار زیادی وصلن، این رگ ها به بقیه بدنم وصل هستن. پس اگر ما مشکلاتی تو دهان داشته باشیم، از طریق خون وارد ارگانهای بدن میشه. اولین جایی که روش تاثیر میذاره کجا هستش؟ قلب هستش، به خاطر اینکه رگ های اصلی میره روی قلب و ما مشکلات کاردیوواسکولار دیزیز ها یا بیماری های قلبی عروقی را پیدا میکنیم. یکیش قلب هستش که سکته قلبی میاره، سکته های مغزی، آلزایمر، روی کبد تاثیر میذاره، روی خانم هایی که باردار هستن، رو سقط جنینشون تاثیر میذاره، روی دستگاه گوارش و سرطان گوارش و روی سرطان دهان تاثیر میذاره. یعنی اینا ارگانایی بودن که اینا تاثیرگذار هستن. خب حالا اگر ما بتونیم شناسایی بکنیم که چجوری ما باید تشخیص زود هنگام بدیم، خب میتونه از اکثر این مشکلات جلوگیری بکنه. ایده ای که خب بودش اینه که چون الان رشته هایی که هستن رشته بین رشته ای هستن دیگه، یعنی ما الان توی هر رشته ای دیگه تقریبا پراجکت ها دیگه تموم شده دیگه. ما همه هر کاری میکنیم، هر ریسرچی میکنیم بین رشته ایه. یعنی متریال میاد با پزشکی، بین رشته ای یه چیز میاد بالا، نمیدونم یه حال رشته های دیگه. خلاصه این من اومدم و به این فکر افتادم یه محصولی ساخته بشه که بتونه ارتباط بین این بیماری های دهان و اینکه تشخیص بده که شما بیماری های دهان دارید، شما مشکل لثه دارید و کدوم از ارگانایی که ازش نام بردم میتونه اتفاق وسط بیفته و تاثیر داشته باشه. و شما میتونید تشخیص زود هنگام بدید و ازش جلوگیری بکنید، از یه سکته مغزی، سکته قلبی یا حالا مشکلات سرطان جلوگیری بکنید با یه تست بسیار ساده. تستی که دستگاهی که ما داریم یه دستگاهی هستش که خب میایم ما از خون، خیلی راحت خون کالکت میشه. این خون که کالکت میشه گرفته میشه، مثل همین دستگاهایی که قند خون رو باش چیز میکنن، یه چیزی مثل همون. ما میام خون رو کالکت میکنیم، خون رو میگیریم و توی دستگاهی که میره نامبری که مشخص میشه، اون عددی که مشخص میکنه که حالا اپلیکیشنش داره دیزاین میشه که ما بتونیم روی موبایل داشته باشیم و این اطلاعات موبایل به پروفایل مریض و دکتر وصله و میتونه مشخص بکنه که شما کدام از ارگانات بدنتون الان تاثیر گذاشته روش و باید زود هنگام ازش جلوگیری کنیم. همچین دستگاهی الان وجود نداره و ما اولین تیم هستیم که این دستگاه رو دنیا داریم میسازیم، پتنت روش شده، ثبت داریم و این کاریه که ما توی کمپانی بایومدیسکا داریم انجام میدیم که خب یه سری توی این تشخیص و اون دیتا هایی که میخواد به روی اون دیسپلی نشون داده بشه، از هوش مصنوعی هم استفاده کردیم که بتونه این دیتا ها را مقایسه ای بیاره و جلوی مریض و جلوی دکتر بذاره. این بله. دستگاهی هستش که ما توی این کمپانی. بله، خیلی ممنونم دکتر جان. آقای دکتر، اگر اشتباه نکرده باشم شما در سایتروجن یعنی روی بایو متریال ها هم کار میکنید که هم با که اشاره کردید، مثلا توی دندون بله. پزشکی و فکر میکنم توی ارتوپدی هم استفاده میشه اگر اشتباه نکرده باشم. چه پروژه های از این حوزه بیشتر که مثلا شما کار میکنید روی چند تا فیلد، کدوم بیشتر برای شما خیلی مثلا جالب بوده این پروژه ها؟ ببین ما یکی از دوستان من که استاد دانشگاه هستش، من از توی UCLA با ایشون آشنا شدم چندین سال پیش. ایشون چند وقت پیش به من با من تلفنی صحبت کرد که ما میخوایم روی این متریالی کار بکنیم که این متریال مثل یه چسبی عمل میکنه. حالا من خیلی راحت بگم، مثل یه چسبی عمل میکنه که میتونه استخون را
استخونایی که از بین رفته، حالا چه توی ارتوپدی اگر شکستگی روی استخونه داشته باشی، یا هر جایی که استخون باشه، یا مثلا استخوان فک یا لثه، یا زمانی که دندونا کشیده میشه میخوان ایمپلنت بذارن، اون جاهای خالی که مشکلاتی که توی استخونا هست، اینا میتونه پر بکنه، اینجکت بکنیم، یعنی یه جورایی توی سرنگ تزریق بکنیم و زیر 40 روز اون استخون خودش رو بازسازی میکنه. یعنی الان مثلا اگر شاید خیلی از دوستان باش مواجه شده باشن، مثلا ایمپلنت که میخوان توی دهانشون بذارن، در دندونشون بذارن، زمانی که شما میخواین ایمپلنت بذاری، دکتر میاد اون جای ایمپلنت، حالا جای بهش میگن فیکس شر، جای اون ایمپلنت سوراخ میکنه، یعنی میاد اون دندون کشیده میشه، پودر استخوان گذاشته میشه، اون ایمپلنت که گذاشته میشه، حالا بعد از مدتی اون ایمپلنت که گذاشته میشه روشا میبندن، بخیه میکنن و میگن بری 4 ماه 5 ماه دیگه بیای. این 4 و 5 ماه رو به خاطر این هستش که اون استخونه خودش رو بازسازی بکنه و این پلنت که توی استخون هست به قولی لق نزنه که در نیاد، استخون دارش گرفته باشه. یه استخونایی که توی بدن اگر مشکلی هستش همینه اصلش. اه، خب زمانی که ما یه پروداکتی داشته باشیم که بیاد این 4 5 ماه را برسونه به 40 روز، این میتونه یه انقلاب خیلی بزرگی باشه. و زمانی که خب ما اومدیم صحبت کردیم، خلاصه این کمپانی سایتروژن استبلیش شد. من به عنوان کوفاندر این سایتروژن هستم و بیس این روی بایومتریال ها و بایومتریال هایی که توی رژنریتیو متریال های مدیسین هستش که توی بازسازی توی پزشکی هستش، گل اصلی. ولی این ماده یکی از ماده اصلی ما هست که الان توی پروسه FDA و مجوزهای FDA هستش، سازمان بهداشت. و بعد از اینکه این FDA گرفته بشه ما عرضه میکنیم به بازار، که خب کاربرد اینا توی دندون پزشکی هست، توی ارتوپدیک، مالا ارتوپدیک سرجن ها، جراح ها میتونن ازش استفاده بکنن و بازسازی استخوان خیلی سریعتر، تقریبا 3 ماه یا 4 ماه زودتر داشته باشه. بله. آقای دکتر، من الان قبل از اینکه این سال بعدی رو بپرسیم، تقریبا یه تشابه به این سال داره. حالا چون شما گفته بودین که حالا اون پرمیشن های هم مجوزا رو میگیرین و اینا، خیلی این سال میسلینی هست، خیلی متفرق است. من بپرسم و اینا، یعنی در حقیقت سال مارکتینگ، مربوط به مارکتینگ و بیزنس دیولپمنت است. حالا مثلا شما اصلا این دستگاه ها رو ساختین و اینا، بعد نحوه توزیعش به بازار چجوریه؟ چون دستگاه های پزشکی نسبت به مثلا حالا چه میدونم به یه قهوه یا مثلا چای خیلی متفاوته. این تو نظام پزشکی این نحوه توزیعشون چجوریه که مثلا الان این دیستریبیوت میشه؟ ببین من بذار از قبل ترش بگم این سوال تا جواب یه کاملتر. اینجوری هستش که ما زمانی که میخوایم یه پروداکتی که توی حوزه پزشکی و سلامت هست بیاریم روش کار بکنیم، مجوزها رو بگیریم و به بازار ارائه بدیم، اول از همه ما باید یه دیزاینی انجام بدیم، یعنی یه استادی دیزاینی انجام بدیم که اصلا ما میخوایم از کجا برسیم به کجا. که این دیزاین ها خب به هر جور اتفاق میفته دیگه، متخصصای خودش داره، ما هم توی تیممون داریم. اتفاق میفته که میایم دیزاین میکنیم که اصلا این پروداکت به درد این مارکت میخوره یا نمیخوره. در حین این قبلش ما اصلا مارکت را بررسی میکنیم. یعنی این که ببینید خیلی از استارتاپ ها تقریبا میشه گفت آمار نشون داده که 95% از استارتاپ ها بعد از 5 سال فیل میشن، بعد از 5 سال بسته میشن، کنار میرن، اصلا دیگه اسمی ازشون نمیاد. اون 5% هستن که موفق میشن و میرسن به مارکت، به فروش و میشن استارتاپ های بزرگ، کمپانی های بزرگ. اتفاقی که هستش چند تا چیزه که اینا مشکل پیدا میکنن، بچههایی که توی استارتاپ ها هستن، و این هستش که بیزینس مدل درستی ندارن. یعنی نمیدونن که مارکت چی ازشون میخواد، بعد بیان پروداکت دیزاین بکنن. خیلی ها میان یه ایده خیلی خوب دارن، خیلی هم عالیه، کار انجام میدن، یه پروداکت عالی ازش در میارن، ولی بعد میرن پشت در مارکت نه، او اصلا مارکت بهش نیاز نداره، یا زود واسه یه مارکت یا اصلا دیر شده دیگه، اصلا نیاز نداره. پس بنابراین شما بسیار مهمه که از قبل بدونید مارکت چی میخواد، بعد بیاد درست بکنید.
من الان میدونم یه مارکت مثلا پزشکی توی بحث تشخیص اینا میخواد، یا مثلا توی بحث سیستماتیک هلت که توی بحث ای آی که هستش که الان توی حوزه پزشکی هست، الان بازار اینا میخواد. بعد من میام دیزاین میکنم روش، یه روی یه استادی دیزاین انجام میدم و میرم جلو. حالا این استادی دیزاین انجام شده، یه مسیری میرین جلو، پروداکت ساخته شده. بزرگترین، مهمترین و سختترین مرحله مجوزها هستن. به خصوص توی آمریکا بسیار سخته این مجوزها رو گرفته، که خب مجوزهایی که توی بحث پزشکی هست از سازمانی به نام FDA، سازمان غذا داروی آمریکا گرفته میشه. این FDA سازمانی است بسیار سختگیر، و خب به هر حال درسته باید سختگیر باشه، چون با سلامت آدما سر کار داره، هزار تا اتفاق دیگه میتونه پشتش بیفته. بسیار سختگیر هستش. FDA یه سری مجوزها میده، بستگی داره که این پروداکت شما توی چه کتگوری یا طبقه بندی FDA قرار بگیره. سه تا کلاس داره، کلاس یک، دو، سه. این ستا از یک که معمولی ترین پروداکت های پزشکی هست، مثل چیزهای معمولی، مثل چسب زخم، مثل ویلچر، مثل چیزهای معمولی که توی پزشکی به کار میره. کلاس دو مثلا همین ایمپلنت ها، چیزهایی که توی بدن گذاشته میشه و آنچنان با ارگانهای اصلی سر کار نداره. و کلاس سه که بسیار سخت هستش، که مثلا بعضا تا 10 سال طول میکشه یه مجوزی داده بشه، که دیگه با قلب و مغز و یه سری مسائل ارگانهای اصلی بدن سر کار داره. این مجوز گرفتن خب یه سری داکیومنت ها میخواد و بسیار سختی خودش داره. حالا ما فرض میکنیم هم مجوز هم گرفته شده باشه. وقتی که میخوان بیان توی مارکت، بسیار مهم بوده که این بیزینس مدلشون چجوری باشه. من یه واقعا توصیه‌ای به دوستان دارم: داشتن یک کوچ خوب توی زندگی، توی مسیر زندگی شخصی و توی مسیر زندگی کاری بسیار مهم. یه چیز اینجا بگم: کوچ با مشاور فرق میکنه. یعنی من بارها توی مثلا سوشال مدیا اینا دیدم که الان مد شده اکثرا اسم کوچ رو خودشون میذارن. نه، واقعا کوچینگ خیلی داستانش فرق میکنه با کسی که مشاور هست و کانسالت میده. تفاوتشون چی هستش؟ اینا من میخوام بهتون بگم. تفاوت کوچ و کسی که کوچینگ میکنه و کسی که مشاوره کانسالتنت میکنه. کسی کانسالت میکنه، مثلا این نفر میاد من کانسالت میکنه، خب من کانسالتنت یا مشاوری میخوام استخدام بکنم. خب من مشخصه چه هدفی دارم، من میام به کانسالتنتم یا مثلا حالا اون مشاورم میگم که ببین هدف من الان میدونم کجام، هدف منم فلان جایه، من میخوام یک دستگاهی بسازم که به سلامت آدما تاثیر بذاره، میخوام برسم به اون نقطه. خب مسیر مشخصه، از این نقطه از نقطه A میخوام برسم نقطه B و یه مسیری رو دارم. خب این مشخصه، این کار مشاور هستش که بیاد بگه که خب حالا این مسیر رو تو چجوری برو. مشاور میاد از اکسپریانس و اون داشته های سالهای خودش استفاده میکنه، در اختیار من میذاره، میگه ببین من این مسیر رو رفتم، خب حالا میام به تو این مشاوره رو میدم و تو هم بیا توی مسیر برو و برس به نقطه B. ولی کوچ کسیه که زمانی من میرم یه کوچ هایر میکنم که من نه الان میدونم کجا وایسادم، نه میدونم هدفم چیه، میخوام به کجا برسم، نه اصلا میدونم مسیرم چیه. حالا میرم یه کوچ استخدام میکنم، میاد یه سری سوال از من میکنه، میاد میگه که این سوالها باعث میشه که من بفهمم که الان تو کجا وایسادی، و میاد طراحی میکنه واسه من، میگه با توجه به این نقطه ای که وایسادی این هدف واسه تو خوبه، این مسیر واسه تو خوبه. حالا زمانی که نقطه A و B شما توسط اون کوچ مشخص شد، شما این مسیر وسط دیگه واسه طراحی میشه توسط اون کوچ. پس این دوتا رو با هم دیگه واقعا مشاوره و کسی که کوچ میده رو با هم دیگه نباید اشتباه کرد. خلاصه این مسیر خیلی مهمه. که حالا برمیگردیم به مسئله خودمون، که زمانی که ما میخوایم این محصول رو به بازار عرضه بکنیم، چجوری از کی مشاوره گرفتیم یا کی کوچمون کرده که ما واقعا این مسیر را درست طی بکنیم با هدف درست و با مشکلاتی که داره پشت سر بذاریم و واقعا برسیم به اون نقطه‌ای که هستش. خب هر کاری سختی‌های خودش داره،
اول گفتم هیچ چیزی یک شبه به دست نمیاد. هر چیز سختیهای خودش داره. هر اتفاق که میفته، اصلا ما تا شکست نخوریم نمیتونیم بسازیم. یعنی اگر یه نفر میخواد موفق بشه، اولین چیزی که براش اتفاق بیفته شکست خوردنه. شکست بخوره، دوباره بسازه، شکست بخوره، بسازه، تا اینکه ساخته بشه. حالا من زمانی که متریال انجینیرینگ توی لیسانس بودم، یه استادی داشتیم به ما میگفت که ببینید فولاد که میخواد درست بشه اول یه فلز نرمی بوده دیگه. خب میان این آهنا میذارندش توی کوره، نرمش میکنن، مذاب میشه، بعد میکنندش تو آب سرد و صفر میشه. دوباره میکننش توی کوره، نرمش میکنن، دوباره میکنندش توی آب سرد. و این باعث میشه که گرم شدن و سرد شدن باعث میشه که حالا اون اتفاقات کمیکالی که واسش میفته صفر بشه، دیگه هیچی نتونه روش تاثیر بذاره، فولاد بشه. حالا توی زندگی هم همینه، توی مسیر کاری هم همینه. تا شکست نخوری تو نمیتونی موفق بشی و پس خودت بر بیای. و واقعا این مسیر را دوستان که میخوان برن جلو، من یه آدمی هم که کارآفرینی رو دوست دارم. یعنی من همیشه دوست نداشتم من استخدام جایی بشم. من نمیخوام ما هم همینیم. استخدام شدن ها رو زیر سوال ولی من هر کسی یه جوری دیزاین شده دیگه اخلاقا. بعضیا کارآفرینن، بعضیا کارمند هستن، یعنی باید استخدام جایی شده باشن. و این لزوما این نیست که همه کارآفرین خوبی باشن، نه، خیلی اصلا میان توی مسیر کارآفرینی میبینن نمیشه، همون 95% گفتم نمیشه. اه، ولی واقعا اگر میدونید و میبینید توی خودتون که میتونید کارآفرینای خوبی بشید، واقعا این مسیر رو برید. چون کارآفرین کسیه که دیگران میان اهدافش رو میسازن و اون چیزی که توی ذهن کارآفرین رو واسش میسازن. ولی اگر بره توی سیستمی که کارمندی باشه و اون مسیر معمولی و بدون استرس و بدون ریسک داشته باشه، تقریبا تو باید برای کسانی کار بکنی که آرزوهاشون رو بسازی. و واقعا داشتن یک کوچ، یه مربی درست، یه مارکت دیزاین درست خیلی موثره واسه اینکه شما بتونید یه پروداکت درست رو سر موقع به بازار ارائه بدید. بله، خیلی ممنونم آقای دکتر بابت این تمام ادوایزایی که شما دادین. قبل از اینکه ما حالا آه. ما بریم سراغ سوال بعدی، به صورت مختصر، حالا شما اشاره کردین گفتین باید کوچ داشته باشن اینا. این چجوری میشه اینا رو پیدا کرد؟ مثلا یک دانشجو چجوری میتونه یک کوچ برای خودش پیدا بکنه؟ حالا هر صنعتی که خودش دوست داره وارد اون صنعت بشه و تجربه کسب بکنه. ببین این کوچا خب خیلی به دست آوردنشون سخته. یعنی شما یه مشاور بخوای پیدا بکنی، مثلا توی یه شهری 1000 تا مشاور هست، شما میری از این 1000 تا مشاور بعد 10 تاشون احتمال بره، 100 تاشون احتمال بره تو حوزه تو باشن، از این 100 تا 10 تاشون توی منطقه تو باشن که دسترسیشون داشته باشی، از این مثلا 10 تا شاید بتونی مثلا چند تاشون رو پیدا کنی و باهاش کوچ خیلی سختتر پیدا میشه. یعنی واقعا از این 1000 نفر شاید 100 تا بشن، بعد از این 100 تا 10 تا بشن، از اون 10 تا شاید دو تا کوچ شما پیدا بکنی، از این دو تا کوچ شاید یه نفر اصلا جواب شما رو بده. که این بعد کسانی که کوچ میکنن مطمئنا زیاد، من خودم سوشال مدیا رو اه، آنچنان نمیتونم بهش تراست و اعتماد کامل داشته باشم. چون توی سوشال مدیا همه آدما میان، تقریبا همه آدما میان و خوبی ها داشته های درستشون رو به نمایش میذارن، پشت قضیه نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. خب خیلی از ماها بالاخره ما سالهاست از سوشال مدیا داره میگذره دیگه، تقریبا مردم عادی هم دیگه میدونن که یه جای مثل اینستاگرام چه خبره. یعنی اون چیزهایی که نشون داده میشه احتمال فیک بودن و غیر واقعی بودنشون خیلی بیشتر از اینه که واقعی باشه. تو زندگی هم اثر کرده، من چیزایی میخوندم و تاثیر گذاشته، درسته. برای همین آنچنان توی اونها نمیشه پیدا کرد. چیزهایی که هستش و جاهایی که هست، خب سمینارها هستش، سمینارهای افرادی که واقعا که بریم مستقیم فیس تو فیس. نتورکینگ بکنه. آره، این پرسن، یعنی اینکه بری با طرفت یه دونه میتینگ بذاره، یه جلسه بذاری، دو نفری با هم دیگه بشین صحبت بکنی، اون تو رو بشناسه، شما اونا بشناسی و بدونی که توی این مارکت چه بکگراندی داشته.
یعنی اون مسیری که رفته رو ببینید چه مسیری بوده. آیا ادوایزایی که کرده، کوچایی که کرده، آدمها، اون هیستوریشون، آدمها به موفقیت ها رسیدن یا نه. ولی هر کسی خب توی حوزه خودش میدونه چه کنفرانس هایی هست، چه نمیدونم ایونت هایی هست که میتونه بهشون مراجعه بکنه و آدمهاشو پیدا بکنه. ولی خب مواظب اون فیک بودن ها و سوشال مدیا ها باید باشن دیگه. خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا این تمام ادوایزها و اینفورمیشن هایی که حالا شما به اشتراک میذارین قابل ارزشه. تا جایی که من میدونم فکر میکنم شما نویسنده بیش از 130 مقاله علمی بودین و در حال حاضرم پروفسور هستین. من میخوام ببینم که چطور بین نقش دانشگاهی که مثلا استاد هستی یا اون پروفسور و استارتاپ هایی که دارین تعادل برقرار کردی، یک بالانسی برقرار کردی. ببین، بالانس برقرار کردن واقعا بین کار، زندگی یا دوتا کار داشتن بسیار سخته. و شما نمیتونی تقریبا بالانسی برقرار بکنی. یعنی اگر توی زندگیت شما بخوای بین زندگی و کارت یه تعادلی برقرار بکنی، نمیتونی. یعنی یکیش قربانی میشه خان آقا. برای همینه که کسایی که کارآفرینای خیلی موفقی هستن بعضا زندگی های پرفراز و نشیبی دارن. یا اگر تو بخوای زندگی پرفراز و نشیبی نداشته باشی، همیشه معمولی آروم زندگی بکنی، خب نمیتونی کارآفرین خیلی حرفه‌ای بشی یا بیزینس های حرفه‌ای یا چندین کار، یعنی چندین شغل مرتبط با هم دیگه داشته باشی. خب بسیار سخت هستش، ولی منیج کردنش خب با توجه به تجربه هستش و با توجه به اینکه تو چه تیمی را کنارت داری. نتورکینگ، تیم ساختن بسیار بسیار مهم هست که تو بتونی اون فراز و نشیب ها و عدم بالانس کردن و تعادل کردن بین کار و زندگیت را از بین نبری. اون تیم تو هستن که بسیار مهم هستن. اون شبکه سازی. من خب الان من چندین مقاله که گفتید شما نوشتم، ولی چند تا کتاب هم نوشتم که خب بعضیاش به زبان فارسی، سه تاش به زبان انگلیسی هستش که اتفاقا آخرین کتاب منم چند وقت پیش، حدود 2 هفته پیش دیگه اومد الان توی آمازون به فروش میرسه که اسمش هست Mastering Medical Device Development: A Comprehensive Guide. یعنی اینکه یه کتابیه حدود 530 صفحه هستش، یه کتابیه که تجربه 5 6 ساله قبل من که تو بحث مدیکال دیوایس و تجهیزات پزشکی هستن و اون پیشینه ای که من از هلت دارم، یه خلاصه توی این کتاب آورده. از اول اینکه از زمانی که یه ایده داشته باشین توی بحث تجهیزات پزشکی تا زمانی که چه مسیری رو طی کنی و برسونیدش به مارکت. خلاص اینا توی این کتاب توضیح داده شده که توی آمازون الان این کتاب داره به فروش میرسه. خب همه اینا من اگر یه تیم خوب را در کنارم نداشته باشم خیلی چیزا اتفاق نمیافته. هیچ کسی تنهایی نمیتونه به نقطه درست برسه. هیچ کسی به تنهایی نمیتونه اون هدف نهاییش رو کسب بکنه و به دست بیاره. شما خیلی مهمه که توی ایونت ها و رویدادهایی که به شبکه سازی ربط داره شرکت بکنید. این شبکه داشتن خب بسیار مهم. متخصص ها رو در کنارتون جذب کردن بسیار مهم هست. توی بحث بیزینس، عامر جان، من یه چیزی رو خدمتت بگم، مطمئنا شما میدونید. توی بحث بیزینس چند تا چیز قدرتش رو داشته باشید. یک قدرت نگفتنه که بسیار سخته. ما نگفتن رو اصولا، ما ایرانی ها نگفتن واسه ما خیلی سخته به خاطر اون کارچه فرهنگی. یادمون دادن که نه. آره، فرهنگی که داریم، اون متانتی که داریم، اون مثلا این که فکر میکنیم به طرف برمیخوره، احترامی که میخوایم برای دیگر. ولی واقعا نگفتن دلیل بر بی احترامی به طرفت نمیشه. نگفتن تو را میتونه به یه مرحله جلوتر ببره و حتی این نگفتن میتونه واسه اون کسی که بهش نگفتی شاید در بهتری واسش باز بکنه و بره به اون نقطه درستری، جای درستری قرار بگیره. دو، توی بیزینس از اخراج کردن آدم نترسید. من اوایل اصلا اینجور نبودم. خب خیلی کجار مریض، خیلی مثلا با چیز برخورد میکردم. خب حالا
نه واقعا. بعد خب من کتاب خیلی میخونم، خیلی زیاد کتاب میخونم. بعدم اینکه دیگه این پادکست ها اومد، نمیدونم کتاب های صوتی اومد، من خب تقریبا روزی یک کتاب صوتی من گوش میدم. یعنی یک کتاب خیلی آموزنده رو من شاید مثلا توی یک ساعت مسیری که درایو میکنم یا مثلا میام گوش میکنم و بسیار آموزنده است. و همیشه میدیدم این کارآفرینای بزرگ چقدر سریع اخراج میکنن، چقدر سریع تیمشون را عوض میکنن. و وقتی که اومدم جلوتر دیدم چقدر تاثیر داره این. چون بعضی وقت آدمهای سمی توی بیزینس و توی زندگی میتونن شما را به دره و حتی به مرگ و از بین رفتن بیزینستون برسونن. یک نفر توی یه سیستم میتونه به عنوان یک زهر عمل بکنه و به عنوان یک غده سرطانی و بیزینس شما رو از بین ببره. حالا من اینو گفتم، بذار پرانتز پس اینم بگم. من همه جا گفتم، حالا پادکست های قبلی من گفتم، اه، اه، توی بحث رفاقت، حالا من همینا میتونم آدمهای سمی توی کارم بهش بگم اتفاقا، چون حالا بحثمون روی بیزینس هم هست. هم توی بحث کار هم توی بحث زندگی، آدمهای سمی زندگی و بیزینستون رو بشناسید. آدمهای سمی یعنی کی؟ من بذار اول یه مثال ریاضیشو بزنم که همه از ریاضی تقریبا بدمون میاد و همیشه میگیم ریاضی کجا به درد ما میخوره، فیزیک کجا به درد ما میخوره، ولی اینجوری نیستش. یعنی ریاضی و فیزیک به نظر من درس زندگیه. یعنی معادله هایی که وجود داره خیلی هاش درس زندگی هستش. ببین شما بحث رادیکال ها و بحث این چیزها را مطمئنا باش آشنا هستی دیگه. ببین زمانی که یه عدد کوچیک مثل یک چهارم میره زیر رادیکال، چند میشه؟ میشه یک دوم. یعنی بزرگتر میشه. درست؟ بله. حالا اه، زمانی که بزرگتر میشه این عدده، همینطور بزرگتر میشه، میرسه به یه جایی که مثلا میشه چهار. حالا این چهاره بره زیر رادیکال چند میشه؟ میشه دو. کوچیک شده. توی بحث رفاقت ها و توی بحث روابط هم همینه. آدم های سمی زندگی یا آدم های رادیکالی زندگی اونا رو بشناسیم. توی بحث کار هم همین هست. آدم های رادیکالی که استخدام میکنیم که میتونه رو تیمت تاثیر بذاره رو بشناسیم. خب آدم ها همیشه تو رو میبرن یه جایی تا یه جایی تو رو بزرگ میکنن، تعریف ازت میکنن، به داشتهات افتخار میکنن. از یه جایی که ببینن از اونها زدی بالاتر، بزرگتر از اونها شدی، حالا میان رادیکال میشن، میان کوچیکت میکنن و از بین میبرند. توی کار هست، توی زندگی هم هست. مواظب این آدم های رادیکالی واقعا توی زندگی کاری و شخصیمون باشیم که بسیار بسیار مهم هستن و کسانی که از همون اول رفیق های رادیکالی بودن دشمنای ما بودن. و این نتورکینگ خب بسیار مهم هست که شما میتونید هدفاتون رو بسازید باهاش. بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. ببخشید شما هر دفعه عامر جان به من میگه کوتاه صحبت کن، ولی ماهایی که یه ریشمون به قسمت اکادمیک و تدریس، حرف زدن واسمون خیلی چیز میشه دیگه، یهویی از دستمون در میره. خلاصه هر جایی که منو باید استاپ بکنی لطفا بکن. خواهش میکنم، اتفاقا لذت میبریم و اینقدر حالا سوال هست که متاسفانه وقتمون کوتاهه. و حالا به خاطر اینکه ما بتونیم جمع بکنیم بریم سراغ اصل قضیه که سوال خیلی ها بودن در مورد تک کافه. که حالا ما میدونیم تک کافه چند بار ایونت در پلاگین پلی داشته در الی. خیلی جالبه، ما میخوام بدونیم که مثلا حالا بیشتر این تک کافه چیکار میکنه، برنامه آیندهتون چی هست. کمی ما بتونیم در مورد این قضیه حالا به صورت مختصر، حالا 5 دقیقه 4 دقیقه بله حتما. این صحبت بکنیم. آره ممنون که بحث تک کافه یا مطرح کردی. تک کافه از دو تا کلمه تک که از تکنولوژی میاد و کافه که از همین کافی شاپ و حالا کافه که خودمون میگیم میاد. تک کافه یعنی اینکه یک محیط صمیمی و دوستانه ای که توی بچه های تکنولوژی و های تک، که میتونه بحث آدم های که توی مدیکال دیوایس هستن، بای تکنولوژی، نمیدونم دارو، بچه های ای آی، روباتیک و کسایی که توی بحث چیز هستند، تکنولوژی هستن و های تکنولوژی هستن، اونا رو کاور میکنه. یه گروهیه که خب ما چند وقت پیش فکر دوستان رو اندازی کردیم
یا چند تا ایونت هم تو که مطرح کردی داشتیم. لس آنجلس بوده، توی اورنج کانتی بوده. اتفاقا ایونت بعدی ما که توی همین سپتامبر هستش، 29 سپتامبر فکر میکنم، توی دانشگاه یو سی ایرواین هستش، که ما داریم برگزار میکنیم. که ما هدفمون این هست که گروهی از بچه های تکنولوژی دور هم جمع بکنیم. این تک کافه به عنوان این نتورکینگ گروهی هست که میاد به عنوان یه انکیبیتور عمل میکنه. این انکیبیتوری که عمل یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک گروهی هستیم که یه سری تیمی درونمون داریم که میتونه به بچه هایی که ایده های ناب دارن، خام دارن و نیاز دارن که بزرگ بشه این ایده ها و بره جلو و به مارکت برسه، ما روی اونا میان سرمایه گذاری میکنیم. حالا این سرمایه گذاری ما فقط پولی نیستش، دانش هم میشه، علمی هم میشه، هستش. ما ویسی نیستیم، یعنی اون ونچر کپیتال ها یا مثلا اون گروه هایی که سرمایه گذاری میکنن، ما اون نیستیم. انکیبیتورها ها یه چیزی بین آدم هایی که ایده های خام دارن و کسایی که میخوان برن سرمایه جذب کنن و وارد اون ویسی ها بشن، وارد مارکت بشن، ما اون وسط هستیم. این تک کافه میاد کمک به اینا میکنه، ایونت هایی که برگزار میکنه کمک به اون بچه ها میکنه که ایده های نابی که دارن بیاد بیزینس مدلشون نوشته بشه، منتورینگ داشته باشه، کوچشون بدیم، راهنماییشون بکنیم و برسونیمشون به اون نقطه ای که حالا یک ایده ای ساخته شده، یه پروداکتی آماده شده، حالا بیا برو بذار جلوی سرمایه گذار و وارد اون ویسی ها یا حالا هر سرمایه گذاری که میخواد بشه. تک کافه کارش این هست که واقعا از این دل این ایونت ها بچه‌هایی که پتانسیل بالایی دارن و با استعداد هستن شناسایی بکنه، سرمایه گذاری بکنه و برسونتشون به واقعا اینکه استارتاپ های خودش رو داشته باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. امیدوارم که حالا بچه‌ای که دانشجویی که حالا undergrad grad، اونایی که مستر دارن، بچه پی اچ دی، یا اونایی که حتی از کالج وارد حالا یونیورسیتی شدن، حالا این ویدیو رو ببینن، استفاده کنن، توی ایونتاتون هم بتونن شرکت بکنن. حتما. حالا من یکی دو بار شرکت کردم در پرشین تک توی ایونتاتون و واقعا هم خیلی خوب بوده و حالا اون سطح نتورکینگ که ما هم صحبت کردیم خیلی ارتقا پیدا کرده. آقای دکتر خیلی ممنونم. قابل تقدیره. میدونم سرتون خیلی شلوغه. تو این حالا بازه زمانی وسط روز وقت گذاشتین، تشریف آوردین، اطلاعاتتون رو به اشتراک گذاشتین، تجربیاتتون رو به اشتراک گذاشتین که قطعا خیلی برای شخصا برای من و برای دیگران خیلی مفید بوده. اگر سوالی چیزی نیست، اینجا ما پادکست رو به اتمام برسونیم. من سپاسگزاری میکنم عامر جان از شما که دعوت کردید، اینکه من بتونم واقعا در اختیار دوستان بذارم تجربه که داشتم. چند تا واقعا چیز هستش. یک، کتاب خوندن رو هیچ وقت فراموش نکنید، حالا چه به صورت پادکست، کتابای صوتی یا خود کتاب. کتاب خوندن خب خیلی به زندگی ما کمک میکنه که ببینیم دنیای بیرون چی هستش. دو، اینکه نتورکینگتون ها و شبکه سازیتون رو قوی بکنین، چون ما از نتورکینگ به هر جایی میرسیم. و در نهایت حالا من اینم بگم، خیلی از دوستان از AI بعضی وقت سوال میکنن که شغلای ما که داره گرفته میشه و ترس هستش. واقعا از AI و از هوش مصنوعی دوستان واقعا نترسن. هوش مصنوعی را به عنوان یک دستیار یا اسیستنت بهش نگاه بکنن که همیشه میتونه به عنوان یک ایجنت، اسیستنت شما در کنار شما باشه و شما را زودتر برسونه به اون هدفی که دارین. در هر صورت من روز و شب خوبی را واسه شما دوستانی که ما را میبینن و میشنون صدای ما را آرزو میکنم. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید باشه. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.